مؤسسه پیامبر مهر و رحمت صلی الله علیه و آله و سلم تقدیم می نماید. سوره فتح. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إنا فتحنا لك فتحا مبینا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. به نام الله که بخشاینده و با رحمت است. ما تو را یک پیروزی آشکار بخشیدیم تا خداوند گناهان گذشته و آینده‌ات را بیامرزد و نعمتش را بر تو تمام کند و به راه راست و درست هدایتت نماید. و خداوند تو را به یک پیروزی شکست ناپذیر یاری نماید. او آرامش را بر دلهای اهل ایمان فرستاد تا پیوسته ایمان بر ایمانشان بیفزاید. بدانید لشکریان آسمان و زمین همه از آن خداست و خدا آگاه و حکیم است. تا مردان و زنان اهل ایمان را به بهشت هایی که نهرها در آن جاری است وارد کند و جاودانه در آن بمانند و گناهانشان را بپوشاند. بدانید که چنین چیزی نزد خداوند پیروزی بزرگ است. و اینکه مردان و زنان منافق و مشرکی را که بر خدا بدگمانند مجازات نماید. آنها در محاصره بدی و پلیدی هستند و خداوند بر آنها خشم گرفته و نفرینشان می کند و جهنم را برایشان تدارک دیده است و چه سرنوشت بدی است این جهنم. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. لشکریان آسمان ها و زمین از آن خداست و او قدرتمند و حکیم است. ما تو را به عنوان پیامبری شاهد، مژده دهنده و هشدار دهنده فرستادیم تا همه به خداوند و پیامبرش ایمان بیاورید و یاریش کنید و گرامیش دارید و او را هر صبح و شام تسبیح گویید. کسانی که دست بیعت به تو میدهند در حقیقت با خدا بیعت کردند. دست خدا بالای دست آنان است. پس کسی که عهدش را بشکند به زیان خود رفتار کرده است و هر کس به عهدی که با خدا بسته وفادار بماند به زودی او را پاداشی بزرگ عطا نماید. به زودی اعراب بادیه نشینی که در حرکت به سوی مکه با تو نیامدند خواهند گفت ما گرفتار اموال و خانواده شدیم، پس برای ما از خداوند آمرزش بخواه، حالان که چیزی را بر زبان می آورند که در دلهایشان نیست. بگو اگر خداوند بخواهد آسیبی به شما برساند و یا نفعی شامل حالتان کند، چه کسی می تواند در برابر خدا مانع آن شود؟ بدانید که خداوند از عملکردتان آگاه است. نه، شما گمان می کردید که دیگر هرگز پیامبر و اهل ایمان به سوی خانواده‌هایشان بر نمی گردند و به این دل خوش بودید و گمان بد زدید، زیرا شما جماعتی نابود شدنی هستید.
هر کس به خدا و پیامبرش ایمان نیاورد بداند که ما برای کافران آتشی سوزان تدارک دیده ایم. فرمانروایی آسمان ها و زمین از آن خداست. هر کس را صلاح بداند میامرزد و هر که را صلاح بداند مجازات میکند. بدانید که خداوند آمرزنده و باگذشت است. چون برای گرفتن غنایم رهسپار شوید، متخلفین خواهند گفت بگذارید ما نیز به دنبال شما بیاییم. بدان که میخواهند فرمان خدا را به چیز دیگری تبدیل کنند. بگو شما هرگز به دنبال ما نخواهید آمد. خداوند از قبل چنین فرمان داده است. سپس خواهند گفت شما بر ما حسودی میکنید. نه، آنها جز اندکی درک نمی کنند. به اعراب متخلف بگو به زودی شما به جنگ با قوم نیرومند دعوت می شوید. با آنها پیکار کنید تا تسلیم خدا گردند. چنانچه از این فرمان اطاعت کنید خداوند پاداش نیکی به شما خواهد داد. و اگر سرپیچی کنید چنانچه قبلا هم سرپیچی کردید بیشک خداوند به عذاب دردناکی مجازاتتان خواهد نمود. بر نابینا و لنگ و بیمار گناهی نیست اگر به جهاد نروند. بدانید هر کس از خدا و پیامبرش اطاعت کند خداوند او را به بهشت هایی که نهرها در آن جاری است داخل می نماید. و هر کس از فرمان حق روی برگرداند او را به عذاب دردناکی مجازات می کند. خداوند از اهل ایمان آن هنگام که زیر آن درخت با تو بیعت کردند راضی است، زیرا می دانست در دلهایشان چه می گذرد. برای همین خداوند آرامش را بر دلهای آنها نازل کرد و به پیروزی نزدیکی پاداششان داد. غنایم بسیاری را به دست خواهند آورد و خداوند قدرتمند و حکیم است. خداوند به شما وعده داده است که غنایم بسیاری را به دست خواهید آورد، ولی این یکی را زودتر به شما عطا کرد و دست آزار مردم را از شما کوتاه نمود تا نشانه‌ای برای اهل ایمان باشد و شما را به راه راست و درست هدایت نماید. و پیروزی های دیگری که شما توانایی بر آن ندارید، اما خداوند بر آن کاملا احاطه دارد، زیرا خداوند بر هر کاری تواناست. چنانچه اهل کفر به جنگ با شما برمیخواستند بیشک به جنگ پشت میکردند، پا به فرار میگذاشتند و عاقبت نیز هیچ یار و یاوری نمیافتند. این سنت الهی است که از قبل نیز جاری بوده است و تو در سنت الهی تبدیل و دگرگونی نخواهی یافت. او کسی است که دست آزار آنها را از شما کوتاه کرد و چون در دل مکه پیروزتان کرد دست شما را نیز از آنها باز داشت، زیرا خداوند به عمل کردتان بیناست. آنها کسانی بودند که به حقایق کفر ورزیدند و شما را از ورود به مسجد الحرام باز داشتند و نگذاشتند قربانی های شما به قربانگاهش برسند. و هنگام فتح اگر مردان و زنان با ایمانی در این میان که شما آنها را نمیشناسید در زیر تاخت و تازتان از بین نمی رفتند و نادانسته مرتکب گناه نمی شدید، خدا دست شما را از کفار باز نمی داشت. خداوند هر کس را بخواهد مشمول رحمت خویش می کند. بدانید اگر اهل ایمان و اهل کفر در مکه از هم جدا بودند بیشک کافران را به عذاب دردناکی مجازات می کردیم. هنگامی که کافران تا دل به تعصبی چون تعصب جاهلیت سپردند خداوند بر پیامبر و اهل ایمان آرامش الهی را نازل کرد و آنها را ملزم به نگاه داشتن حرمت حریم الهی نمود، زیرا آنها نسبت به هر کس دیگر استحقاق و اهلیت آن را داشتند، بدان که خداوند به هر چیزی آگاه است. خداوند آنچه را به پیامبرش در عالم خواب نشان داد راست گفت. یقینا همه شما انشاءالله در کمال امنیت وارد مسجد الحرام خواهید شد
در حالی که سرهای خود را تراشیده و ناخنهای خود را کوتاه کرده اید و از هیچ چیز خوفی ندارید. خداوند چیزهایی می‌داند که شما از آن بیخبرید و غیر از آن برای شما پیروزی نزدیکی قرار داده است. او کسی است که پیامبرش را با هدایت و دین حق فرستاده تا سرآمد همه ادیان دیگر گرداند و برای این نکته شهادت خداوند کافی است. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. محمد رسول خداست و کسانی که با او هستند نسبت به کفار سرسخت و نسبت به یکدیگر با عطوفت و مهربانند. آنها را می‌بینی که اهل رکوع و سجودند و همواره فضل و رضای خداوند را جستجو می‌کنند. نشانه آنها اثر سجودی است که در چهره‌هایشان نمایان است. وصفشان در تورات آمده و توصیفشان در انجیل چون گیاهی است که جوانه‌اش را برآورد و به تقویت آن پرداخته تا محکم شود و بر پای خود بایستد و کشاورزان را به شگفتی وادارد و کافران را خشمگین سازد. بدانید خداوند از میان آنها کسانی را که به حقایق ایمان بیاورند و عملکردی نیک و شایسته داشته باشند به مغفرت و پاداش بزرگی وعده داده است. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العلي العظيم. راست گفت خداوند بلند مرتبه و عظیم. کاری از مؤسسه پیامبر مهر و رحمت صلی الله علیه و آله و سلم.